در دنیای امروزی، جایی که مرزها بین ورزش و فضای دیجیتال محو شدند، ملاقات و گفتگوی دو چهره بزرگ از این حوزه میتواند به شدت جذاب باشد. امروز در حاشر شو شما را به یک مصاحبه خیالی و هیجان انگیز بین کریستیانو رونالدو اسطوره فوتبال و مستر بیست پادشاه یوتیوب دعوت میکنم. آنها درباره موفقیت، چالش‌ها و حتی رقابت‌های احتمالی آینده صحبت می‌کنند. با ما همراه باشید. مصاحبه‌ای که بین کریستیانو رونالدو و مستر بیست صورت گرفت برای شما بیان خواهیم کرد. خب، گفتگو از این قرار است که مستر بیست پادشاه یوتیوب از کریستیانو رونالدو پرسید: کریستیانو، همیشه برای من جالب است که بدانم چه باعث میشه یک فرد به سطح تو برسه. به نظرت سخت‌ترین مانع در راه رسیدن به موفقیت چی بوده؟ در این قسمت رونالدو جواب میده: مانع ها همیشه هستند. برای من سخت‌ترین بخش حفظ ثبات و ادامه دادن در بلندترین سطح بود. هر روز باید اثبات کنی که بهتر از روز قبل هستی. و همچنان بعداً رونالدو از مستر بیست میپرسد: اما مستر بیست، یک سوال دارم. چطور به این ایده خالقانه برای محتوای یوتیوب میرسی؟ این که همیشه یک چیز جدید ارائه بدهی خیلی جالب است. همچنان در جوابش مستر بیست میگوید: خلاقیت برای من همیشه یک عادت شده. تیمی از افراد فوق العاده خلاق دارم که کمکم میکنن ایده ها رو توسعه بدهم، ولی الهام بیشتر از چیزهای ساده در زندگی میآید. خب، بعدا مستر بیست باز هم سوال میکنه: خیلی الهام بخش است. آیا فکر میکنی تو میتوانی به عنوان یک فرد محبوب در پلتفرم دیجیتال مثل یوتیوب از افراد مثل من جلو بزنی؟ خب، رونالدو در این قسمت میخندد و میگوید: چرا که نه، هر چیز ممکن است. شاید تا 2 سال دیگه بتوانم کانال یوتیوب خودم را راه بیاندازم و حتی رکورد تو را هم بشکنم. مستر بیست میگوید: رقابت با تو جالب خواهد بود، ولی به نظرت موفقیت در فوتبال سخت‌تر است یا در دنیای دیجیتال؟ رونالدو میگوید: هر کدام چالش‌های خودشان را دارند. فوتبال از نظر جسمی سخت‌تر است، ولی در فضای دیجیتال باید خیلی خلاق باشی تا مخاطب‌ها را درگیر کنی. تو در این زمینه فوق‌العاده هستی. بازم مستر بیست: عالی است، ولی اگر قرار باشه امروز از فوتبال بازنشسته شوی، آیا دوست داری توی فضای مجازی کار کنی؟ شاید یک کانال یوتیوب هم بزنی؟ رونالدو میگوید: چرا که نه، همیشه علاقه دارم چیزهای جدید را تجربه کنم. فکر میکنی اگر فوتبالیست بودی میتوانستی موفق بشی؟ مستر بیست در جوابش میگوید: شاید فوتبالیست خوبی نمیشدم، ولی قول میدهم در چالش‌های خالقانه حریف خوبی باشیم. حاضری یک روز یک چالش بزرگ با هم داشته باشیم؟ رونالدو با خنده میگوید: حتما، ولی مطمئن باش اگر در وارد زمین فوتبال شوی، نتیجه از قبل معلوم است که کی پیروز است. رونالدو میگوید: راستی فکر میکنی محتوایی که میسازی فقط سرگرمی یا مسئولیت اجتماعی هم در آن است؟ مستر بیست میگوید: همیشه سعی میکنم ترکیبی باشه، محتواهای مردم را خوشحال کنه و گاهی اوقات به جامعه کمک کنه، مثل پروژه های خیریه. تو چطور؟ برای جامعه کاری انجام میدهی که حس خوبی برات بدهد؟ رونالدو در جواب: بله، من پروژه های خیریه زیادی دارم، ولی چیزی که واقعا به آن افتخار میکنم، تاثیر مثبتی که روی نسل های جدید میگذارم این است. پس منتظر چالش های مستر بیست و رونالدو باشیم که بم به یوتیوب خواهد بود. خب دوستان عزیز، دیدیم که چه گفتگوهای هیجان انگیز بین رونالدو و مستر بیست شکل گرفت. از ورزش تا فضای دیجیتال این دو اسطوره نشان دادند که موفقیت فقط در یک زمینه خلاصه نمی شود. آیا شما فکر میکنید اگر این دو در یک چالش واقعی با هم رقابت کنند چه کسی برنده خواهد شد؟ نظریات خودتان را در بخش کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیو لذت بردید لایک کنید، کانال حاشر شو را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدهید تا هیچ ویدیویی را از دست ندهید. تا ویدیوهای بعدی، الله نگهدار.